سلام، به یادگیری ماشین خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز ادامه پیش پردازش داده ها رو میریم. این بار با یک مدل ادوانس کار میکنیم و بیشتر روی ساکیت لرن تمرکز میکنیم و حالا ازش یاد میگیریم که چطور با کتابخونه مختلفش یا ماژول های مختلفش آشنا بشیم و چطور در گوگل کلاب از یک داده که توی CSV فایل CSV ذخیره شده استفاده کنیم و بتونیم داده هامون رو پیش پردازش کنیم. خب از گوگل کلاب وارد میشیم برای آپلود کردن فایل این جلسه. من فایل این جلسه رو برای شما در ادامه ویدیو در کپشن خواهم گذاشت که شما بتونید ازش استفاده کنید. بعد از اوپن کردن فایل اولین کاری که انجام میدیم اینه که فایل رو یک کپی ازش در درایو خودمون ازش میسازیم. سیو کپی در فایل و سیو کپی این درایو رو انجام میدیم. مثل همیشه گوگل کلاب برای ما یک تب جدید باز میکنه که کپی نوتبوک رو در سیستم ما قرار میده. این جلسه پیش پردازش داده ها هست و یه مقدار پیشرفته تر. خب دومین موردی که این جلسه باید انجام بدیم اینه که از حقیقت داده خودمون رو وارد کنیم. این بار دیگه ما داده ای نمیسازیم به توسط پانداس، ولی یک داده ای که ساخته شده است و آماده هست رو وارد میکنیم. این داده در مورد سن، ایالت و مقدار حقوق و دستمزد سالیانه و آیا اون افراد با این اطلاعات خونه ای رو خریدن یا نخریدن yes or no در حقیقت در مورد این موضوع است برای 10 فرد. خب از این قسمت سمت چپ وارد فایل میشیم. بعد از اینکه یه مقدار صبر بکنیم قسمت upload to session storage برای ما میاد که روی این کلیک میکنیم و state underline data که این دیتا رو هم برای شما فراهم میکنم برای دانلود شما رو وارد میکنیم. حالا یه مقدار راجع به دیتا صحبت میکنم. با دوباره کلیک کردن دیتا سمت راست باز میشه اینجا و ما میبینیم که ستون اول estate، ستون دوم age، ستون سوم salary حقوق و دستمزد و purchase یعنی اینکه تهیه کردن اون خونه رو خریدن یا نخریدن yes or no رو میبینید که اینجا وجود داره. همین اول میبینید که توی ستون age ما دو تا مورد فایل در حقیقت داده گم شده داریم که اونها رو باید باشون با سایکت لرن این موضوع رو حل کنیم. خب بذارید من این مقدار صفحه رو وارد کردن کتابخونه ها. اول از کتابخونه نامپای matplotlib برای اینکه بتونیم داده رو ویژوالایزیشنش رو انجام بدیم و پنداس از PD استفاده میکنیم. بعد از ران کردن سل این سه لایبرری وارد میشن و میتونیم ازشون استفاده کنیم. حالا وقتی وارد کردن دیتا ست هست، برای اینکه بتونیم دیتا ستمون رو وارد کنیم ما میتونیم من حالا اینو پاک میکنم که برای شما توضیح بدم به راحتی روی کد نوشتن. خب اول اسمش رو میذاریم دیتا مساویس با PD که همون پنداس هست برای اینکه ما بتونیم دادمون رو وارد بکنیم. read یعنی خواندن underline CSV فایل CSV رو میخواد برامون بخونه. اینجا گوگل کلاب هم به ما کمک میکنه. روش کلیک میکنیم، بعد پرانتز باز و بسته و در پرانتز اسم داده رو یا دیتا رو در حقیقت فایل دیتا رو مینویسیم که اسمش هست state underline data.csv. خب همونطور که میبینین از estate age salary و purchase هست. این چند ستون سه ستون اول در حقیقت متغیر مستقل ما هستن یا ویژگی ها هستن و در ستون آخر اون ستونی هست که ما میخوایم پیش بینی انجام بدیم با توجه به این سه ستون. ستون y یا متغیر وابسته هست که ما اون رو میخوایم به عنوان پیش بینی در حقیقت استفاده بکنیم ازش پیش بینی کنیم. خب سطر اول در قسمت X ما میخوایم داده های متغیر مستقل رو به X در حقیقت در دیتا فریم X قرار بدیم. بنابراین تایپ میکنیم X مساویس با دیتا یعنی همون دیتایی که وارد کردیم دیتا، بعد مینویسیم دات. حالا میتونیم دنبال اون ستون ها بگردیم و از I look استفاده میکنیم
برکت رو باز میکنیم. حالا تمام سطرهای داده رو ما لازم داریم. بنابراین تمام سطرها از فلوریدا که اینجا میبینید تا به آخر در تگزاس، این تمام سطرها رو ما نیاز داریم. بنابراین یک دو نقطه ما استفاده میکنیم اینجا که همه سطرها رو میگیره. حالا در مرحله بعدی میخوایم ستونهایی که مد نظرمون هست که متغیرهای وابسته هستن رو اختصاص بدیم به X یا حالا ویژگی ها رو. بنابراین ما چون پایتون از صفر شروع میشه، ستون صفر تا آخرین ستون که در حقیقت ستون صفر، یک، دو، ما این سه تا ستون رو میخوایم و سه. اگر تایپ کنیم سه، خب برای ما ستون صفر، یک و دو رو میگیره و نشون میده که این متغیرهای متغیرهای مستقل هست. ولی یه روش ساده تر وجود داره و میتونیم این رو پاک کنیم. اینجا این رو خالی میذاریم، جای صفر رو خالی میذاریم، یعنی از اول برای ما شروع میکنه و وقتی که مینویسیم منهای یک یا ماینس وان، اینجا این ماینس وان نشان دهنده ستون آخر دیتا فریم ما، دیتای ما هست در حقیقت. و مینویسیم ماینس وان، یعنی همه ستون ها رو بگیر به غیر از آخر و برای ما این کار رو انجام میده. بعد از براکت حالا میگه چی رو نیاز داریم که بگیریم. مینویسیم دات values نشان دهنده اون ارزش ها و تمام مقادیری هست که در داده وجود داره. کار ما اینجا تمام میشه. تمام این داده ها رو ما اختصاص دادیم به x. برای y هم همین کار رو انجام میدیم، فقط y یه توضیح کوچیک داره که من یه بار دیگه براتون مینویسم و توضیحش رو میدم. y مساوی است با، دوباره مثل x، data .i look. من به دنبال داده ها میگردم. برکت رو که باز میکنیم تمام سطرها رو لازم دارم و ستون آخر رو اختصاص میخوایم بدیم به y، متغیر y که متغیر وابسته هست. بنابراین ما فقط تایپ میکنیم -1، یعنی ستون آخر رو برای ما میگیره، متغیر هدف یا حالا همون تارگت ما. وقتی که سل رو ران کنم، بله سن به راحتی ران شد و تیک سبز رو داریم. حالا پرینت X رو انجام میدم ببینم X بله به درستی انجام شده و تمام سطرها و ستون هایی که مربوط به X هست در X ذخیره شده. الان بذارین ستون Y رو هم پرینت بگیرم. بله ستون Y هم برای ما اینجا کامل yes و yes و no، این کامل ستون Y رو هم برای ما اختصاص داده ده. بعد از این مورد ما میخوایم مدیریت داده های گم شده رو انجام بدیم با سایکیت-لرن. ما در جلسه قبلی با پانداس این کار رو انجام دادیم که اگه خاطرتون باشه با استفاده از فیل NA یک میانگین رو پیدا میکردیم و حالا اختصاص میدادیم به اون متغیر گم شده یا از حالا نداشتن اون متغیر. ولی الان میخوایم از سایکیت-لرن استفاده کنیم و از ماژول impute میخوایم scikit-learn.impute import simple imputer رو استفاده میکنیم. From scikit-learn.impute import simple imputer. خب simple imputer به ما کمک میکنه که با یه خط کد به راحتی بتونیم تمام متغیرهای گم شده رو پیدا کنیم و به جاش میانگین بذاریم. این متغیرهای عددی رو برای ما پیدا میکنه. خب بنویسیم SI یعنی مخفف simple imputer مساوی است با simple imputer پرانتز باز missing value یعنی داده گم شده مساوی است با np.nan یا همون نن داده گم شده ویرگول استراتژی که ما داریم یا استراتژی که ما میخوایم بر اینجا استفاده بکنیم مساوی است با مین یا میانگین. توی سیمپل ایمپیوتر میتونیم چند تا استراتژی مختلف استفاده کنیم. بذار ببینم اگه بتونم اینو وارد کنم. بله گوگل کلاب اینجا به من نشون میده از مین، مدین و most frequent داده‌ای که بیشتر هست توی اون استفاده میشه. ولی ما میخوایم این دفعه از مین استفاده کنیم. حالا ازش میخوایم که توی داده ها و ستون های عددی متغیر x که متغیر مستقل هست برای ما دنبال داده گم شده بگرده، چون داده های عددی رو میخوایم به حقیقت جبران کنیم و اون فایل گم شده رو، عدد گم شده رو در حقیقت داخلش بذاریم. بنابراین می‌نویسیم si simple imputer dot fit پرانتز باز x تمام سطر x ویرگول ستون یک و آخر. ما میدونیم که ستون صفر استیت ها رو به ما نشون میده و ستون یک و دو
اعداد هستن که مربوط به ایج یا همون سن و سالری به حقوق و دستمزد ربط داره که عددی هستن. پس توی این دو تا ستون از یک شروع میکنیم و اگر تایپ نکنیم هیچ عددی رو بعد از دو نقطه اینجا برای ما تا آخر فایل رو نگاه میکنه. ستون ها رو برای ما پیدا میکنه و نگاه میکنه. و بعد حالا میخوایم اون رو ترانسفورم کنیم، در حقیقت داده X رو که گم شده داشته رو تبدیل کنیم به داده‌ای که وجود داره و حضور داره برای ماشین لرنینگ. بنابراین میایم بهش اساین میکنیم X برکت تمام سطرها و ستون 1 و 2 مساوی است با SI Simple Imputer dot transform، یعنی تغییرش بده و بر اساس سیمپل امپیوتر و حالا دوباره ستون و سطر مد نظرمون رو وارد. بعد از اینکه این سل رو ران میکنیم تمام داده های گم شده تغییر پیدا میکنن به میانگین در ستون ها و وقتی که ما پرینت X رو داریم، اگه دقت کنین اینجا ما داده گم شده داشتیم و اینجا هم همینطور در کالیفرنیا و فلوریدا هر دوتا با 43.75 پر شده. خب ادامه پیش پردازش داده ها رو توی یک ویدیو دیگه ادامه میدم همین فایل رو و امیدوارم که تا اون موقع از ماشین لرنینگ لذت ببرید. خداحافظ.